آقای حکمت. سالها باز از کوه و سنگ از همه چیز پنهان نمودم گفته هایت را. نگو اکنون، خاموش باش، به خاطر نیار. انسان هر چقدر فراموش کردن خواهد هم روز حقیقت آمده مثل یک دفتر حساب نزدش گشاده می شود. گفتم پس چی می شود نباشد؟ پدر و مادرش کی است؟ در کجا است؟ نمیدانم آخر. یا اینکه علی اینقدر وقت برای چی به من نگفته گفته قهر کند و در و زده برآمده رود، بعد چی می شود؟ علی این خیلی کار را نمی کند. باور داری؟ البته باور دارم. از خونم نیه لیکن از روحم به وی دادم. ما علی را با یک اخلاق درست تربیت نکردیم مگر؟ همین خیلی البته. این خیلی باشد اگر اصل این کار را باید زود با علی بگویید. هر تیرما خود را بیشتر غمگین می سازی. حالا هم فراموش کرده نتوانستی که از غم و عزاداری دست میکشی. سالها گذشت، هر روز با یک امید به نزدت آمده با تو گپ میزنم. گپ زن اکنون تا نفس آخرینت همین خیل خاموش می ایستی. سلطان گوش کن جانم، به این برگ های خزان نگر. مرده ایستاده اند، می ریزند و تمام می شوند، جایی برگشتن ندارند.
به مردن طفلمان باور کردن نمیخواهی. چندین سالها گذشت، حالا هم باور کردن نمیخواهی. تا نفس آخرین عمرت خود را به خانه حبس کرده فرزند نمی آمدگی را انتظار میشوی. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. аз воҳиди махсуси зудамал ҳастам. оғои Ялчин як қаҳва ваъда карда буд. комиссар Али гӯед ба ёдаш меояд. шумо каме интизор шавед, ман пурсида мебиёям. хуб шудааст. вой 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 вой. ин хонаи бо ҳашаматро бинед. хонани қаср. ҳамаи гуфтаҳоятон хуб, лекин ин қадар сол ҳақиқатро аз Али пинҳон карданатонро намефаҳмам. диламон ҳеҷ ба гуфтан розӣ нашуд духтарам. ту писархон ҳастӣ, гуфта натавонистӣ. вақтҳои охир саволҳои аҷоиб аҷоиб пурсиданро сар кард. дер ё зуд мефаҳмад. дер ё зуд. ҳақиқатро бояд аз шумо меомӯхт. акнун бадии кор дар он ки манам ҳама чизро медонам. духтарам, ё ин ки ту мегӯӣ як нафар бояд ин корро кунад. бо иҷозати шумо ман меравам. шунидаҳоям маро ҳам хеле зери таъсир монд. духтарам, моро гунаҳкор ҳисоб накун илтимос. мо барои хубии Али то ин сину солаш ҳақиқатро пинҳон кардем. орзу дорам вақте ки Али писархон буданашро фаҳмад, худашро фиреб дода шуда ҳис накунад. ин чӣ хел гап аст духтарам? барои чӣ фиреб дода шуда ҳис кунад худро? инсон ҷароҳатҳои чуқуртаринро аз дӯстони наздиктаринаш мегирад. аз ҳама дӯстони наздиктарин. метарсам ки Али худро чун як бегонаи фиреб дода шуда ҳис накунад. мо Алиро он қадар дӯст доштем ки мисли фарзанди худ донистем. ин қадар ҷиддӣ будани корро ҳатто фарқ карда натавонистем. аммо инҷо то ҳол як савол аст ки бояд ҷавобашро ёбем. он чӣ аст? падару модари ҳақиқии Али ки аст? инро бояд ҳатман муайян кунем. бо иҷозаи шумо. бо ёрдамчи Елчин гап задам.
گفتن که ساعتی واخوری جدا نکردن در این وقت. من با یاورش نه، با خود جناب یلچین واخوردن میخوام. فهمیدی؟ یوردامچی جناب یلچی از بی‌خطری و واخوریش مسئول است. خب مایلش این طور باشد تو رفته به اون جناب بگو آمدن مرا به جناب یلچین خبر دهد. پلیس باشی هم اینجا ملک خصوصی است. در اینجا قاعده ها از دیگر جای فرق میکنه. خدایا توبه. و کجا میروی؟ و کجا؟ گوش کن. من حاضر در ملک خصوصی نیستم. در راه رو ایستادم. یعنی اینجا مالکیت جمعیتی است. حالا در جای من هستی. دستت رو فرار. بقیب کرد. هی آرام شو. ای ایسا چیکار پسر اینجا؟ اوف شما هیچ تمام نمیشوید. خدایا به من صبرت کن. برادر دست دادم بردار. من پلیس گروهی مخصوص هستم. واحدی مخصوص. اجازه داری یا زودتر از اینجا؟ سلاحات را پایان کن. اوه ترکان؟ با خدا کی ترکان؟ منو تو شناسیم. تو راننده آقای یلچین هستی. واخوری مقرر نکرده با آقای یلچین واخورده نمیتونی. اگر بسیار خواهی با تو یک ساعتی واخوری مقرر کنی. این ساعتی واخوریش باز چی است؟ لیکن الکی من آمدم. نباشد واخوردن نمیتوانی. گوش کن میدونی چیکار کن؟ تو بار دیگر با آقای یلچین صحبت کن. من آرامکک بزیدیت قهوه رو نوشیده میروم. گپ زن دمیر. رئیس علی بابور در اینجا است. برای با شما قهوه نوشیدن آمده است. به ما قهوه نوشیدن میخواستگی باید خود را اثبات نماید. مگر این طور میشود؟ آفرین آفرین. درست میگوید جناب. بسیار هم به وی فشار آورید. علی بابور تا چی درجه باعث بوده است؟ زور و قوه‌اش به چی میرسیده است؟ کی بوده است این آدم؟ یک او را سنجیم. اطاعت جناب. ترکان چی شد؟ با فکرم اجازت دادند با گروهی پیشوازگیری آمده ای؟ با سردار واخوردن خواهی؟ با وی از آمدنت خبر دادنم رو خواهی؟ اول باید از من اجازت گیری. ترکان خودت نامدی؟ با تو مشغول می شدم. بهوده این کودکانی بیگناه رو نکشم. تو از گروه من نیستی. به خدا حالا تو هم میایی 4-1 ها؟ ترکان بسیار عادلانه کار میکنی. چیکار میکنیم؟ حساب کرده به پیش میرویم. همین خیلی نه؟ بیایید. مسئله‌اش رو بینید کنی شرمنده ها. خیر 1 2 3 گفتیم. خدا را شکر به 4م هم رسیدیم. کو بیا.
ها هر دویتان ماندید. کدومتون نزدیک میشوید؟ تو یا اینکه تو؟ ها معلوم شد که تو. کو بیو؟ بله نوبت به تو رسید. ترکم مرحمت. کنه بینیم جناب اوجی نوبت به تو. چقدر وقت بود به کودکی و گذشته علی گپ پرداخته ایستاده ای؟ خیر چی شده است؟ فکر کردم که این شغل چی در داشته باشد. جوابش را یافتی؟ بله یافتم. اکنون اوید گذشته علی و از کجا معلوماتی پورا داشتنت را میدانم. همین که برای چی بوده است؟ چون این فهمیدم که سخنی گفته‌هاتان بسیار گران بوده است. بله چون این است. چون این سخنها در گلویم در میمانند. برای چی؟ برای چی خانم دادستان؟ گذشته علی را از همه زیادتر تو میدونی. چون که علی پسری تو هست. چی گپ است در اینجا؟ کمیسر علی خوش آمدید. این چقدر سورپریزی کلان. با خدا سورپریز کردنی بودیم اما آقای ترکان کارو ویران کرد. امیر تو آمدن مهمان را چرا به من نمیگویی؟ علی پسری تو هست. برای همین دویم بایو گپ میزنی. همین خیلی نه؟ برای بایو نزدیک شدن تسلیم شدی. همین خیلی. اوجی اگر دشمنت باشد یا نباشد اوجی باز در پای پسرت هم هست. همین خیلی. برای علی را از اوجی پنهان کردن او را نزد خانه حکمت گذاشتی. با تو گپ میزنم ای آدم. جواب ده. مسئله های اویلوی رو مجبور نیستم که با شما گپ زنم. یعنی قبول میکنی همین طور نه؟ نه. خود با خود خیال های زیبا کرده. فقط گوش کردم.
تئوریای بد نیست لیکن با حقیقت علاقه ندارد. چرا به تو باور کنم؟ گپ میزنی شهو، گپ میزنی. باوری ندارم. باور نکن، یگان راهی تو رو به گپ در آوردن رو مییابیم. از این گفته هایتون با علی هم گفتی؟ ها؟ هیچ باوری ندارم. هیچ باوری ندارم. برای روی دادن چون این کار بسیار متاسفم. من هم بسیار عذر میخواهم. هیچ گپ نیست. چه خیلی میشود که در خانه هم چون این بی عقلی روی میدهد. کنی نقل کن. جناب ما وظیفه همون را اجرا کردیم. برای با شما واخوردن انتظار شدنش را طلب کردیم. لیکن بسیار خواهشی یک روی کرد. باید در حال به من خبر میدادی. تکرارا عذر میخواهم. هیچ گپ نی. پاسبانان ما بعد سوی قصد آخری کار را کمی جدی تر گرفتند. معلوم. لیکن به من خبر نداده خطا کردند. در حال به خانه گذاریم. به مهمانمان کمک نمایید. دست و رویت را شوید، خودش را به ترتیب درآورد. شما را در درون انتظار میشم. تشکری زیاد. سلامت باشید. نه هیچ گپ نیست. ترکنی مادراز. برای نادرست فهمیده شدن تکرارا عذر میخواهم. هیچ گپ نیست. این طور باشد وعده قهوه نوشی را فراموش نکردم. سلامت باشید. مرحمت. تشکری زیاد. پدر این رابین خیلی زیبا است. اگر به مکتب میرفتم آن وقت بین انا اینها را میگرفتم. اوف صد پای افزار را تازه کنم هم پول این را جمع کردن نمیتوانم پسرم. میگرفتیم همین خیلی پدر. من با اینها بسیار تیز میدویدم پدر. پسر زیبای من با تو اینها بسیار میزیبند لیکن مرا ببخش که خریده نمیتوانم. غمگین نشو پدر. همینش کفایه که تو غمگین نشوی. پولمان به چیزی رسد من همه را میگیرم پدر جانی من. رفتی پسرم. همین که ما و تو پول بسیار جمع کرده توانستیم بسیار چیزها میخریم. پای افزار رو هم میخریم و مکتب رو هم دوام میدهی. زنده باش پدر جان. خدایا تو کورنمکیم را ببخش.
به آنقدر نعمتی در دستم بوده نگاه نکرده ناشکریم را، شکایتم را، عاجزیم را ببخش. برای رضای تو را به دست آوردن من سالی نمودن را و نعمت‌های دادن شکر کردن را و آنها را تقسیم نمودن را نصیب گردان خدایا. قهوه به تو معقول شد؟ بسیار بامزه. سلامت باشید. تو اینجا فقط برای قهوه نوشیدن نآمدی به فکرم علی. نادرست گفتم؟ آقای ялчин, من гапамро рӯи рост мегӯям. суханро ин хел бисёр кашол доданро дӯст намедорам. ин террорист бо номи Рамзии Хусрав барои чӣ шуморо куштан хост? фаҳмидан мехостам. سوالی خوب. این را من هم از خودم میپرسم. حتی از تشکیلات امنیت یافتن جواب این سوال رو میخواهم. با اون خسرو باید رابطه‌ای داشته باشید. باید شما او را خوب شناسید. روی راست به شما سوی قصد تشکیل کرد. به فکرتون این کارو برای چی کرد؟ در یک چند ساحه فعالیت نشان دادگی یک تاجر هستم. چیکار گویم؟ شرکت هایم بسیار شرکت های مشهور به حساب می روند. ثروتمند هستید یعنی؟ انیخترش خیلی هم ثروتمند. آنچه گفتن نتوانستم تو گفتی. از همین سبب برای از بین رفتن من از تجارت دست کشیدنم را میخواستگی در فعالیت تجارتی هم مانع میشدگی رقیبانی زیاد است. سخنهایم به فکرم تو را آنقدر قانع نکرد. یعنی برای چی؟ کدام یک تاجر را پرسید همین خیلی جواب میدهد. یعنی بسیار عاقلانه ننمود به نظر من. شما شکار هم میکنید؟ چی شد؟ شکار که گفتم خودتان رو گم کردید؟ نه جانم، نه جانم. برای چه خودم رو گم کنم؟ شکارچگی هست؟ گفته پرسیدی. البته هست. نمیشد اگر آن سلاح در اینجا چی میکفت؟ خیر به شکار زود زود می روید؟ قریب که زود زود می روم. تو چی؟ من فکرم که تو هم ذوق شکارچگی داری. نه، من بیشتر با مقالی 40 روز برف می بارد یک روز شکار می شود کار می کنم. خیلی یعنی؟ من از پی آنی هستم که شکار کرده نمی شود. سعید نی شکارچی. یک روز آن شکارچی هر کسی هم که نباشد از سوراخیش می براید و من او را به عدالت می سپارم. با اجازت شما آقای ялчин من باید بروم. برای قهوه تشکری زیاد. هیچ گپ نی. خانم گرامی ببخشید
шуморо нороҳат кардем. султон ту ҳеҷ поён намефаромадӣ. хуб ҳастӣ? завҷам хонум султон, бубахшед. солҳо гузашт, аммо гап намезанад. дарди кӯҳна аст. солҳо шуд ки азодории онро мекунад. ҳамин хеле ғамгин шудам. аммо аз шиносоӣ бо шумо шодам. ба ман иҷозат. султон, чикор мекунӣ? хонум, истедо. хонум, илтимос. султон, чикор мекунӣ? Султон, чикор мекунӣ азизам? хонум, истед. Сарде. шумо чикор мекунед? Сарде. илтимос. хонум, ман нафаҳмидам. шумо чӣ мехоҳед? хонум. خانم سلطان зуд ба ҳуҷраш баред. آرام شوید духтурро ҷиғ занед. پسرم پسرم باوریم نمی‌آید او گپ زد. پسرم پسرم؟ خدایا خانم بعدی چند سال سخن کردن باوریم نمی آید. سلطان، پسرم سلطان تو گپ زدی. بعد چندین سال باری اول خدایا باوریم نمی آید. این یک معجزه است. علی، این چه خیر شد نمیدونم، لیکن چه خیلی که میبینی آیله های بای هم غمی زیاد دارند. حالا باید با همسرم مشغول شوم. با اجازت تو و تو آنها تا برآمدگاه همراهی می نماید. بله بله بله. پسرم روزی خوش. از پای کارتان شوید. سلطان جهانم، گپ زدی، نهایت گپ زدی. باوریم نمی آید. این چه خیر شد؟ ایزی دستش. پسرم سلطان بیا. جانم آرام باش. سالها باز کوشش کرده ایستادم. یگان دختری نارفتم. کاری نکردم نماند. چه خیر شد نمیدونم، لیکن تو رو این علی بابور به گپ در آورد. عقلم نمیگیرد. این در حقیقت حیرت آور است.
چیکار کردید رفیقان؟ رفته شاهین را خبر گرفتید؟ دیدم اکا. خیلی خوب است. انشالله پگاه من هم رفته خبر انشالله. انشالله. آدم گوشمانک را میموند کنی گپ یا او گپ زن. با امینانو می آید گفته رسو 3 ساعت در ایاز انتظار شدیم اکا. نخواد لیکن نقض می شود به امر خدا. انشالله. بچه ها با نوبت از پی شاهین می شویم. هر روز هر ساعت احوالش را می پرسیم. البته اکا. نباشد ینگه فاطمه چی؟ احوال ینگم چی خیلی است بودن؟ فاطمه هم همین خیلی خوب است. یگان حرکت نیست. کودکی بدنشان کمان شده ایستاده است. به خدا برادر در این حالت حتی تو آمده اینجا خدمت میکنی برادر. من به تو چی گویم؟ حلالت بود. خدا راضی باشد. خدا از تو راضی شود. کاش که فاطمه خیزد روی پسرم رو بینم. من در این حیات نباشم همیشه. توبه گو. این خیل نگو بولتن. این خیل نگو قربانت شود. خداوند حکمت هایی که ندارد صبر میکنیم. وقتی همین رسیده بود اکای علی باز آوردی همین بخاصیت رو. اکنون همون شکارچی رو میجین همین خیلی؟ بله همین خیلی. بله. طبق معلوماتی که از گلیزار رسید شخصی که در زیر این است انا این. اوه اینش چی بود؟ چیلونگار گفتگی کس این کسی است که تمامی کارهای اوجی را راهبری میکند. مثل قوطی سحرناک اوجی است. دانا و خطرناک. شخصانی در دستش افتوده را به دام بد گرفتار میکند. یعنی خلاصه گپ این است این آدم با دشمنانش موش و گربه بازی کردن رو خیلی دوست می‌دارد. یعنی گوییم که اوجی در یگان جا کلید را گم کرد. بله. خانه در آمده نمیتواند با همین رو دعوت میکند. بله برادر همین رو جیغ میزند. نخود برای همین یک کارخانه ای چلانگری کشایی. بله برادر. عجب کارها. تمام حالا جناب شغال برای ما جایهای خالی رو پر میکند. گیر. با اجازت شما رفیقان. لیکن در حقیقت این کارهای کردت فایده آور شد. اکا این حریف رسا 4 داور کشید. این روز من و تو یگان چی کردن نمیتوانیم. این هم یک چیز است. این هم یک چیز است برادر. این 4 نام را انیق کنیم در را کشادگی میشویم. اوه بله گپ زن. آن کشیده هایت چی است؟ اینها 4 منبع اساسی می باشند که اوجی از آنها غذا میگیرد. 4 آدم مهم. هر یک فعالیت اوجی از این 4 نفر میگذرد. خیر گپ زد برادر کی بوده است؟ در کدام ساحه فعالیت میکند؟ یک نام بر کن کنی؟ ساحه فعالیتشان مواد مخدر، تجارت کودک، تشکیلات تروریستی، فروش زنها و به هر نمودی کارهای افلاس دست میزنند. لیکن این 4 آدم کی هاست؟ در کجایند؟ نمیدانم. مشکل است. گروه یکم نامد آنها را. یک گروه مخصوصی زود عمل هستند. از پای من شده و من فشار آوردن. به من فشار آوردنشان معنایی به شما فشار آوردن را دارد. همه‌تان باید زیرک و هوشیار گردید. به من فشار آوردنشان معنایی به شما فشار آوردن را دارد. همه‌تان باید زیرک و هوشیار گردید.
дар дасти гурӯҳи як будани шағол бисёр нороҳаткунанда аст. ҳар лаҳза ҳаргиз ошкор шуданаш мумкин. он мавзӯъро ҳам дар муддати кӯтоҳтарин ҳал мекунем. ин чилонгар одами авҷӣ мешавад. авҷӣ бо ягон кас рӯи рост во намехӯрад. ҳамаи ҳамкориҳоро чилонгар мекунад. мушкилотро вай ҳал мекунад. дарҳои бастаро мекушояд. он 4 нафаре ки номашро намедонам фақат чилонгар мешинасам. мо ин челонгарро дар амалиёти охирин қариб дастгир мекардем. такроран чун ҷосус ба наздашон даромада метавонад. ин бисёр хатарнок аст, намешавад. агар ин челонгар ҳама дарҳоро кушояду ҳамаро шиносад, ягон чораи дигар дорем? ту боварӣ дорӣ ки ба назди челонгар чун ҷосус даромада тавонистӣ? ҳама якҷоя кор кунем? бале. ҳама якҷоя. модоме ки ба ин кор шурӯъ мекунем, шағолро ба ягон макони бозам махфӣ бояд барем, ба ҷое ки касе намедонад. то тамом шудани кор бояд дар пеши чашм набошад. ҳамфикрам. мо бо оғои шағол як масъалае дорем ки ҳал нашудааст. фикр накун ки аз дастам халос ёфтӣ. туро ҳатман ба гап медарорам. бо завқи калон. ин чӣ аст? ягон масъалае ҳаст ки мо бояд донем? не ин чизро донистанатон лозим нест. хеле хуб. шағоли лаънатӣ маро рӯи рост таҳдид мекунад. демир амр кунед ҷаноб. бо кадом роҳӣ набошад шағолро талаб дорам. ӯро ба назди ман биёред. ҷои шағолро доимо иваз карда истодан. акнун иртиботамон ҳам канда шуд. дар куҷо буданашро ёфтан каме вақтамонро мегирад. читин дар куҷо пинҳон шудани шағолро читин барои мо фаҳмида метавонад. ҳама дарҳоро фақат челонгар мекушояд. гулизор ба макон дохил шуд. алӣ, ака, гулизорро ба дарун фиристода хато кардем. ака, илоҷи дигар нест. бояд ҳар чӣ зудтар авҷиро пайдо кунем. бале бародар, ин кор бисёр дароз кашид. дар кадом сурохе бошад ёфта мебарорем. баробардан замон як ларзонем. зуд бош гулизор, зуд бош. ту аз уҳдааш мебарои хоҳарам. маълум мешавад ки номад лайло аст. бале ҷаноб.
من میخواستم که مرا اوست گوی، چون که من امر نمی کنم، می آموزانم. چی خیلی که خواهید اوستا؟ نباشد از من چی میخواهی؟ برای شما کار کردن به شما فایده آور شدن میخواهم. کلید و قلف برای یک دیگر هستند. قلف به کلید باور نکند اصلا خودش را نمیگشاید، چون که من امر نمی کنم. با این کلید کنی آن قلف را گشا. صبر کن. به فکرم کلیدی نادرست است. درستش را یافتن وظیفه توست. اوستا چیکار میکنی؟ کلید نباشد از حجره برآمده نمیتواند. هنوز هم یگان جنبشی نیست. زود باش گلیزار، زود باش، التماس. علی ها کنی یک نگاه کن. بیناموسان چیکار کرده ایستادن؟ وای لعنتی ها، از این کودکان چی میخواسته باشند؟ چی گپ از اونجا؟ کودکان را زده ایستادن. بیشرف ها، حریف های بیشرم. بین چی زده ایستادن؟ بلا زند. آن آدمی که گلیزار با او واخوردن میخواست. چی خیلی میشود اکا؟ باوری داری؟ اکا همان است، همان. باوری دارم. ظریف یک نگاه کن. بله رفیقان، این آدم چلانگر است. اکا ممکن گلیزار در مشکلی افتاده است. بله برادر. در اصل دختر زیبایی اوستا رو راضی میکردی؟ یگان جایت کم نمیشد. کار نپخت. چیکار کنیم؟ رفیقان چه خیل بودن تو رو فهمیدن میخواهند. اکنون به جنازه حق میآیند. الو. حریف به حیلم باور نکرد. مجبور شدم که یکی از آدمانش رو کشم. فهمو گلیزار. تو میدانی که باید چیکار کنی. به نقشه دیگر میگذاریم. خوب؟ فهمو. رفیقان، گلیزار او را فریب داده نتانسته است. چاره دیگر نداریم. یعنی زده میدرویم. عیناً همین خیل بالتر. کودکان از شما کرد. من آن چلانگر گفتنی حریف را میگیرم. فهمو. رفتیم برادران. گریه کن بچم، گریه کن. خودت را چی قدر بیچارگیری همان قدر زیاد پول کار میکنی. همه چیز تیار است. کودکان دیگر را هم همچون بمبئی زنده به سوریه میفرستیم. بینید باز یگان خطا نشود. سلامتی روحی تو ناز نیست بفکرم. اگر خواهی با اصولهای خودم میتوانم طبابت کنم. رئیس این خیلی باز زیادتر درآمد میکردم.
این همگانه چیزی میدونست اگه اتان همان پول است. لعنتی ها! اینها از کجا بر آمدن؟ ما در اینجا به متال ها تیر میپرانیم. جمع شوید. بچه ها دویدید. بچه ها به اینجا بیایید. بیایید زودتر کنید خم شده دوید. خم شده دوید. تستر دوید زودتر ای با کجا؟ با این طرف. زودتر اینجا بیاد. زود باشید. زودتر بگویم. زودتر خم شوید. زود با پشت درخت روید. زودتر پنهان شوید بچه ها، پنهان شوید. در آنجا ایست نخیز. ابله ها از نزدیک پرونده ایستادن، هرگز نبرا. گویا که 300 متر دویده باشم. نگریز لعنتی، نگریز. هرگز با پا نخیز. چیکار میکنه مکا؟ دیگر چاره نیست. من رفته کودک رو میگیرم. نخیز. اکا از نزدیک پرونده ایستادن، هرگز سرت رو نبرار. لیکن برادر، تا به مظلوم رسیدنی تیر به من رسد. یا خدایا تو مرا محافظت کن. رو ظریف اوزد رو برار. ظریف اوزد رو برار. اکا ظریف خوبی؟ خوبم اکا خوبم. ظریف اکا خوب هستی ظریف اوزد رو برار میگویم. آواز ده اکای ظریف. آواز ده اکای ظریف. الحمدلله. خدا رو شکر. بناموس. در جوشان تیر در اومده است. الحمدلله. کودک خوب است؟ خوب است اکا. خوبم اکا خوبم. شکری زیاد. کنی بیا. بایستم مرا با پا خزانه. سلامت باشید اکا. مرا آزاد کردید. خوب که شما هستید. انا همین از روحیه گروه یکن همین. برادر عزیزم، تا وقتی که ما همین خیل هستیم، یگون کس در مقابل ما ایستاده نمیتواند. یگون کس. میبخشی. هر دایم به خواست خدا ما حافظتگر مظلومان و جزا دهنده ظالمان هستیم. انشالله. قفصی سینه درد میکنه. کرد. ایستا ابله، ایستا گفتم. آفرین همیشه همین خیل باش. گلیزار چیزی که گوید همون رو کن. جزایش بسیار بد است، آگاه کنم. این چگونه سر و لباس است؟ از این زیباترش رو نداشتی؟ خیر، تو هم حق هستی. این کلیدسازی آنقدر پولی خوب ندارد میگویند، درست است؟ پول بی ارزش است. در نزد در همه برابر است. برای از درگذشتن بای بودن کسی مهم نیست. در کی بودن کلید مهم است. با خدا راست میگویی. با سخنهای زیبا را سر نکن. من به زیبایی سخن اهمیت نمیدهم. کودک دزدی به بیچارگان دست درازی کنی، من به آن نگاه میکنم. فهمیدی؟ اگر به بیچارگان ظلم کنی دستانت را میشکنم. مرو نزدی اوجی میبری. فهمیدی؟ ها؟ میبینم که کلام بازی کرده ایستاده ای. در ما همین خیل است. پرینسیپی کاری. اکنون گپ زن.
آن انسان ها مثل فکری کرده تو لقمه آسان خدایا نیست. توبه. همین خیل بیا یک بسنجیم، بعد میبینیم که آسان است یا دشوار. علی تو چیکار میکنی اکا؟ این آدم به ما لازم است. نه زری، میدونی او چی میگوید؟ مگر این آسان است میگوید؟ من برای چی این را زنده گذارم؟ برادر، تو برای چی این را نگاه میکنی؟ برای چی؟ درست اکا با من گذار در یک دقیقه اقرار کنم چیزی که میخوایی. نه برادر نه، من معنی سری این را میترکانم. کاری آسان نیست، من گپ نمیزنم. این چی گپ است؟ تا اینها به گپ میدارند که من 2 دانشگاه را ختم میکنم. من سری این را میکفانم. علی این ما را نزد اوجی میبرد. علی با قفا زودتر. رفیقان گریزم. مرکز عاجلا به ما یاری تعجیلی فرستانید. بچه ها علی چشمانت را کشا برادر. برادر. چخیل با جونی علی قصد کردم، بی وجدان ها چخیل قصد کردم. قربانت شوم علی. بچه ها نفس میگیرن. نفس؟ خدا توبه. علی نگاه کن. باور کردیدم؟ چی رو خوردیم؟ چی شد؟ برادر نخواد همین خیل کنی. یک کارهای میکنی که هیچ کس خبر ندارد اکا. باور کردیدم؟ با این کار کردگیت ما رو بسیار ترساندی. مرا ببخشید، ولی برای باوری نشدنش باید چنین میشد. بر پدرش لعنت. کسکپوش کی بود؟ من فهمیدم گلیزار بود. خیر بینیم چلانگر، اکنون ما رو نزد اوجی ببر. لیلا ба шумо фоидаовар мешавам гуфта будам. одамонатон аз рӯи заду хурд маро озод гузоштанд. ман ҳам фурсатро истифода карда хостам бовариятонро ба даст орам. ана ҳамин калиди дуруст. بیا کنی چتین. نازوکی شکارچگی چی است میدونی؟ نه. سعیدت را یعنی هدفت را درست معین میکنی. اگر به هدف نادرست تیر پرانی دستت میلرزد، زده نمیتوانی. گیر کنی تو یک سنجیده بین. خوب لیکن من هیچگاه سلاح استفاده نبردم. درست، ممکن سلاح استفاده نبرده باشی، لیکن یک نازوکی سلاح داران رو میدانی اکنون. همین تبنه چتین؟ سلاح رو بالاتر بردار، با چشمت نشان رو چین کن. تیغ نشو چتین،
هدفت را نمیدانی. خطا کردن طبیعی است. این را گیر کنی؟ این چی است؟ انا همین آدم قاتل پدرت است. اکی علیت قاتل پدرت رو دستگیر کرد، لیکن از تو پنهان می‌دارد. چتین این چی خیل می شود؟ چی خیل با من این کار رو میکند؟ پروا نکن. برای انتقام گرفتنت به تو یاری میرسانم. تو به من جای این آدم را مییابی، من هم انتقام تو را میگیرم. فراموش نکن، از دشمنت انتقام گیری و شکار خواهی به هدفت نزدیک میشوی. باوریم نمیآید که مرا هم به اینجا آوردی. برای چی؟ اینجا عالی جناب است. من دایی میآیم. من عادتا بعدی کار راست به خانه میروم. کمتری دیگر کار میکنم و خواب میروم. حق هستی. میدانم که زیاد کار میکنی. برای همین من خواستم که بعدی کار سورپریز کرده تو را به اینجا بیارم. تو یگان نیت کنی هیچ از آن دست نمیکشی همین طور؟ بله. با تو پسند آمدم؟ اینجا خیلی زیباست. در حقیقت همین فعل. میدونی اصلا تو را پیش از به اینجا دعوت نمودم خیلی زیاد فکر کردم. آخر تو دادستان یک کلان هستی، راهبری من حساب میشوی. حساب میشوی؟ از من بالا هستی. فکر کردم که این میزیبد. هم خوراکمان رو خورده هم کار و گپ زنی مشکلات نمی شود. به فکرم گلیزار این کار رو حل کرده می تواند. گلیزار حل میکند پروا نکن. به این هم تا آمدن خبر خاموش انتظار میشه. این باشقا مسئله حل نشدهتان چیست؟ در این باره بد گپ میزنیم علی. درباره کار گپ زنیم گفتی، برای همین پرسیدم. اهمیت نده، بیا خوراکمون رو تمام کرده خیزیم. خوب فهمو. حالا بر وقت است ولی خوب مایلش چه خیلی که خواهی. خوریش است، خوریش بسیار بولذت است. بخیر است انشالله. این چیست پدر؟ نمیدونم پسرم. کشاده بینیم. پادر این رو بینید. پای افضال دوست داشته ترینم است.
Исопис инро ки овардааст, барои чӣ овардааст мо намедонем ку. ای زنده باد. خداوند برای من پایافزار فرستاد. پدر، این همان پایافزار دیدگی ما است. بسیار زیبا است پدر. از تو در راه خدا چه خرج کردنت را میپرسند. بگو که همچون خیر چیزی که خرج کنی و برای مادر، پدر، یتیمان، فقیران و در راه ماندگان است. همچون خیر چه کاری که کنید خداوند در حقیقت آن را میداند. ای محمد، از تو در راه خدا چه خرج کردنت را میپرسند. بگو که همچون خیر چیزی که خرج کنی و برای مادر، پدر، یتیمان، فقیران و در راه ماندگان است. همچون خیر چه کاری کنید خداوند در حقیقت آن را میداند. چتین؟ صبح خیر. از شما هم اکا. آفرین، برای نماز خیستی ها؟ اکا علی. ها. چی شد جونی اکا؟ گپ زن. امروز من هم با تو به شوبه روم. به شوبه؟ تینجی است؟ آخری هفته درس نیست. بسیار دلگیر شدم. یک دیگرگونی شود سرم آرام میگیرد. خوب مایلش. بیا نماز رو خونیم. بعد یک نهاری خوب کرده میرویم. ها؟ وای، من برای نهاری به خاله هاجر یاری میدهم. بعد میبرای. مایلش. با زوری کاری خوب اجرا نمیشه. خیر تو تیار شو، یک جای میرویم. بیرو. سلام علیکم رفیقان. انتظار بودید ها؟ سلام علیکم. سلام. کلچه های گرم و جوشان آوردم. تینجی است؟ چیکار میکنید؟ سلامت باشید. بهترین آدم هستی. چیکار میکنید؟ خدایا توبه. هی، همش را خودت تنها خوردنی هستی؟ این سرده ماندگیش را برای فیکان میدیم با تو چی؟ بالتر اول تقسیم کن بعد خور. قربانت شود. برکت حضرت ابراهیم است. فهمیدی؟ ای ظریف، باز با گپ در آمدی. از روی تو یک پوست استخوان میشوم. گیر کنی گیر. تشکر برادر، سلامت باشه. تو هم گیر. تو بسیار خوردی. با خدا که بسیار خوردی. گیر. بسم الله الرحمن الرحیم. گیر دادرم. نیک رحمت. گیر. نیک. وای بچه ها مرحمت. سیافت از دامی علی مرحمت. چکل هستی؟ خوش آمدی. خوش باشید اکا. ای دادرکم. ای خدا. تکرارا خوش آمد. خوش باشید اکا. امروز من هم به جای کاری پدرم را به هم گفتم. نقص کردی دادرم، نقص کردی. اکا علی، من یک چرخ زنم ممکن؟ مایلش چرخ زن. این کلچه ها بسیار بامزه. با خدا که بسیار بامزه. لذتش از بویش معلوم. تشکر برای آوردنت برادر. نوش جان اکا. پول تیار. باقی موندهش بعد مال رو سپاریدن. کودکان در کجاست؟ همچون بمبئی زنده به شرق میانه روان میکنیم. کودکان را به آنجا میبریم. بسته امروز به راه میبراید.
قاتل را بین. در اینجا خون و قشته خواب رفته است. حریفین آدم. انتقامت را میگیرم. خونه در زمین نمیماند پدر. رفیقان زود باشید، جمع شوید، میرویم. آقای شغال، آقای شغال. اوه چتین در همین جایی؟ اینجا چیکار میکنی؟ تماشا کردی؟ خوب خوب. سردارم در این حجت ها باید امضا گذارید. با من دیگه خلاص محله قزلداغ بندری یولدوز مайлаш фаҳмо. раҳмат бародар. четин мо ба як амалиёт омодагӣ мегирем. ту омада наметавонӣ, лекин агар хоҳӣ дар ин ҷо истода ҳамаро тамошо кун. бисёр аҷоиб мешавад. майлаш ака, хуб мешавад. хуб гӯш кун. кори ман дуру дароз давом карданаш мумкин. агар дер кунам ба рафиқон гуфта мемонам, дилгир шавӣ туро ба хона бурда мемонанд. майлаш? хуб ака. маҷид, бедор шав, бархез, ба сайругашт меравем. ман ба ин сайругаштҳои саҳаргоҳи ту ҳайрон. ноз накун. биё, бархез. дастатро дароз кун. акнун инашро. хайр, рафтем. пеш гузар. зуд бош. рафтем. эмир, лабай ҷаноб, аз четин паёмак омад. ҷои шаолро омӯхтааст. дарҳол бо чилонгар дар тамос шавед. хуб шуда ҷаноб. али, аз гулизор паёмак омад. дар куҷо будани дигар кӯдакҳоро омӯхтааст. ба ғайр аз ин боз дар бораи чилонгар маълумотҳои дигар доштааст. ба худо ин қадар зуд интизор набуда. дарҳол рафтан лозим. бале ака, рост мегӯӣ. майлаш, ин ба шумо амонат. равед. зариф, гурӯҳро ҷамъ кун. мо омода мешавем. майлаш бародар. сакарягӣ. бачаҳо, ин роҳзан ҳариф бисёр хатарнок аст. кани зудтар бошед. бисёр пул кор мекунем. бача, бисёр гиря накун. бо корт аз чашмаш ярадор шудагӣ аст. аз рӯи ҳамин мисли роҳзанон чашмбанди сиёҳ мебандад. барои ҳамин дар олами мафия роҳзан гуфта мешиносанд. бе ин ҳам қочоқчӣ аст. давкани ин кӯдакро бикуш. ин ҳариф яке аз роҳбарони чор самти фаъолияти авҷӣ мебошад. аз дуздии кӯдакон ҳар сол $55 миллион ба кисаи авҷӣ мефиристад. ҳисси раҳдилӣ надорад. агар кӯдаконро сиҳату саломат халос карданӣ бошем, бисёр бояд бо диққат бошем. рафиқон, ба ду тақсим мешавем. болта, зариф, шумо аз он тараф. карлос, ту бо ман. рафтем.
ака ба инҷо гурӯҳи махсус омад ака. بسیار نقص بازی های چلانگر چغل بوده است بینم کنی موشها به قبخان در آمدن دام ها را آماده کنید مایلش فهمو اوستا جای شغال انیق گردانده شده است چه امر میکنید؟ با امیرداد ارتباط شوید اگر لازم باشد یاری روان کنید اوستا با اجازت شما من نزدیک بیا لیلا در نزد من هر کلید معنای خود را دارد تو کلید دری باوری را گرفتی تا حالا این کلید را به کسی ندادم لیکن اگر خواهی هر در کشاده گردد باید چلانگر شوی من همه چیزهای میدانستگیم را به تو میآموزم شرفی دوام دادنی اثرم را به تو لایق دیدم گازان رازم بسیار ناز بین امکانی گروهی یک چقدر دانا بوده است نترسید بچه ها نترسید ما پلیس هستیم نترسید حاضر از اینجا میبراییم اما یک جای من گریه نکن پسرم ای بچه های عزیز چه خیلی به شما چونین قصد میکنن فکر میکنی که نصفی کودکان مملکت در اینجا است با کجای دست نزنیم کودکان دزدیدگی میبرمه والتا بیا برادر کودکان را گرفته برای بچه ها کنی با من بیایی والتا بیا میرویم کنی خیز بسرم کنی والتا قربانت شوم از کی باز من تو را جغ میزنم برادر این حادثه را بین با اشارتم ثبت آواز را به حجره ده مایلش خیر کارلوس این بمبه ها چی گپ است برادر من در شبه افتادم زودتر از اینجا رفتن لازم بله میرویم زود کارلوس پنهان شو وضعیت آنقدر هم خوب نیست برادر چیکار میکنیم؟ با سنجش اولاتون خوش آمده حیات شما دارید مثل یک امتحان است چی گپ است؟ هر یکی ما در سنجشمان با یک چند مشکلات روبرو می شویم هر یک مشکلات جواب درست را در داخل خود نگاه می دارد خواهشمندم از شما آن کلیدها را یافتن است ای چی میگوید؟ میدانید حیات از همه معلمی سخت‌تر است
اول امتحان میکند بعد درس میدهد. کلید را یافته در را گشایید یا اینکه همین خیل ایستاده به تقدیرتان راضی میشید. انتخاب از شما است. در پوشیده شد. بولتا ایستا این خیلی نمیشه. ظریف خودش چیکار است برای خودم. بالتا وقت که پر شد این بمبه ها ترکیده ما را پاره میکنند. یگانه رو همین رقمی کد رو یافتن است. بسم الله الرحمن الرحیم. ایستو کارلوس ایستو. ای بچه آرام شو. چیکار میکنی؟ در آن منیکن تو بمب است. میترکیم. ایستو. راست میگویی. نباشد چیکار میکنیم اکا؟ این آواز هر کسی باشد چون گفته وای و تقدیرمون راضی میشویم. نه بچه یک لحظه ایست. راهش رو میابیم. ایست. همین خیل از بلای گروهی یک هم خلاص کردیم. حالا رفته مالها رو براه میبراریم. وقتی تمام شدنی قوهش رو یافت. ایلاجه کرده باید آن تلفن رو گیرم. علی چیکار میکنیم ها؟ بسیار در یک حالتی بد هستیم. در یک حالتی که عصبهایمان رو ویران میکنن. تمام یافتم. چی یافتی ها؟ گوش کن وزیر. در نوک سلاح آنها شراره رو میبینی؟ بله برادر. حالا آنها با ما معلوم میکنند که کی منیکنت است و کی آدم. فهمیدی؟ خودداری نکن و پرام. فهمیدی؟ آفرین. تیار شو. ظریف. علی کلید را یافته به فکرم. بله یافته. بیا نوبت تو. کنی بسم الله. آفرین کارلوس. عیناً همین خیل. دوام ده. اکا ما نمیمیره. نشه بچه. صحت و سلامت میبرایم انشاءالله. کنی پسرم حالا نزد رفیقانت رفته با من یاری ده. آنها را صاحبی کن. مینش کنی را پسرم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. بالتا چی کار میکنیم؟ وقت با آخر رسید. ظریف نشین خیز. میابی یگان علاجش را. نه رجب این دفعه دیگر خیل است. همان مروت معین میکردگی ایچار نیست که ناقلش را کشیم تمام شد. معین کردن رقم کاد این یک چند ساعتی ما را میگیرد. تو میتوانی سرت را بکار دارور. یگان راهی میشدگی این کار نیست مگن. از همه زیاد استفاده میشدگی کاد را یاب.
قسم میخورم که این سریکل تو بسیار زور است. زور. برادر، این چراغی اولتراویولت است. انشالله رقم را عوض نکردند. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا مدد کن، پیش کار را کشاده بگردان. 1 3 5 7 1 3 5 تو میتونی. 5 3 1 7 1 5 7 3 1 3 5 7 زودتر. 7 5 3 1 7 5 3 1 1 3 5 7. خواب روید بچه ها. زود خواب روید. بچه ها خوب هستید؟ کارلوس اینجا در اختیاری تو. تمام از اینجا میبریم. رفتیم. اشتهای تو. معلوم میشد که تو اکنون با ما هستی. بله، از این بعد یک جا کار میکنیم. خیر من روم، به این هم کار دارم. ببخشید چقدر ناعهده برا هستم. بخشش زیاد اکا جان، بخشش زیاد. همین خیلی میشود، پروا نکن. اکا جان، اکا کاستومت رو برار من توزه میکنم. برار. نه مهم نیست، به خوشخوشی میدیم. همین خیلی میشود مگر من کمبودی کردم رو خودم توزه میکنم. به خدا که توزه میکنم اکا جان. بیایید کشید، در حال توزه میکنم. کشید اکا جان، کشید. توزه کرده میورم، خودی حاضر میورم. حاضر توزه میکنم. مایلش نامدی کار را بین. بهوده وقتمون رو صرف کرده. نگوریزد دستگیر کنه. ایستو نگویم. از جایت نجوم که میپرانم. کو گبزن راهزن در کجاست؟ کودکانی دزدیده‌اش را به کجا برد؟ گبزن ابله گبزن، وگرنه زنده نمیمونی. با کودکان در ماشین کلان به این طرف رفتند. تا سرحد با آنها میروند. در یک وقت به 5 شهر تقسیم میکنند. آنها کدام شهرهایند؟ گفتن نمیتوانم. برای چی نمیگویی؟ چخیل گفته نمیتوانی؟ همش رو بگو وگرنه زنده نمیمونی. ظریف با رفیقانی در این شهر بوده به تماس برو. همشان را رفته جمع کنن. بیشرف ها اینجا بیا. عقاب دولانه و سراغه های میدادگی هم در یک وقت عملیات گذرانیدن لازم. برای دستگیر کنی راهزن میرویم. و پیش عملیات گذراندن لازم.
اوه این خیل طبیعت و هوای گشاد با من خوش است. برای من همین خیل جایهای آبید بسیار خوب می شود. آدمانی در آنجا ایستاده همه‌شان پلیس‌های شغل را محافظت می‌کردگی است. از دو طرف هجوم می‌کنند. با مقابلیت نشان دادن فرصت نداده همه‌شان را نابود می‌سازه. فهمو؟ معلش که فهمیدی. گاز را زیر کنه که زود باش با اونها رفته رسیم. زود باش. معلش این کاری من تو پروا نکن. آها انا در همینجا نگاه کن. دیدم اکا دیدم. گاز را زیر کنه که گاز را زیر کن. بلا زنن. چیا بلی؟ جایی شغل آشکار شده است. با خیر است اکا؟ این کم بود که باز برای آن حریفان را دزدیدن به حرکت سر کرده اند. کارلوس ایستو برادر، ایستو. رفیقان شما مسئله شغل را حل کنید، من اینجا را حل میکنم. فهمو؟ خوب شده است. اکا ایستو التماس ایستو. من پلیس. انا اون ماشین رو میبینی؟ باید با ما رفته رسم. هر گونه خرجات از من پروا نکن. مایلش کوبروک البته. دمیر معلوم می شود که دمیر هم اومد. کار این دفعه جدی است. خلاصی ندارم.
یک دو سه کودکان همه جو را خرسند میکنند. یک فکر کن، اطراف پر از کودک است. اینها بمب های کلان آینده هستند. باو! البته اگر پیش از آن من سری تو را نکفانم. شما از آنجا چقدر خلاص گشتید؟ بعد از آنه که حضرت یونس از شکم ماهی برآمدند، ما هم از این دامهای شما با امر خدا نجات می‌یابیم. نباشد با من اجازت. حیوان! لعنتی! یک چشمه ای احمق! کنی از این هم نجات یاب کنی؟ ای یک چشمه! حالا تو را دستگیر کنم، چشمی دویمت را خودم کور میکنم. خدایا تو بزرگ هستی، ما را نگهبان باش. شکر خدا، شکر. کودکان کودکان نترسید. شکر. کنی زودتر به وی رفته رسیم. مرا نگرفته به یگان جا رفتن نمیتوانی. بچه ها شغل میگوریزد. آدم
چشمانمان نگاه کرده گریخت. کی زنگ زده ایستاده است؟ علی. الو علی، آدمان رو نیست کردیم لیکن شغال گریخت. مرا ببخش، گناهی من است. این کاری خوب نشد اکا، کاری خوب نشد. با تو گفته بودم دفعه دیگر تیر رو در بین ابروانت میخوری، فهمیدی؟ مرا کشته نمیتوانی. یک سبب به من برای تو رو نکشتن یک سبب گبزن. پسرت زنده است. پسرت زنده است. پسرت زنده است. مرا کشته نمیتوانی.